سپس نقطه بعدی مفسدات روزه، چیزهایی که روزه رو باطل و ویران میکند. چیزهایی که روزه رو باطل، ویران یا که فاسد میکند. اولا مقصد از مفسدات روزه چی است؟ بدون اینکه مفسدات روزه یعنی بیان کردن آن چیزهایی که روزه رو باطل میکند، بر روزه تأثیر میرساند، روزه رو میشکند است. این را مفسدات روزه میگویند. سوال نوبتی، آیا ممکن است که معیاری معین برای شناخت آنها بگذاریم؟ یک معیاری معین برای شناخت آن چیزهایی که روزه را فاسد میکند بگذاریم؟ بله، هر چیزی که بر جوف، بر شکم، درون، معده بدراید، خواه خوراک باشد، خواه نوشاکی باشد، یا که هر چیزی که جایگزین این خوراک و نوشاکی رو میگیرد باشد، پس روزه رو فاسد میکند. هر چیزی که از راه بینی و دهان داخل معده انسان میگردد روزه رو فاسد میکند. پس در آمدن هر چیزی که بر معده انسان و همچنین جماع، همخوابگی. سوال نوبتی این است که بعضی از مردم زود حکم میکنند که روزه فلانی فساد شده است، روزه فلانی باطل شده است، این کارو کرده روزه باطل شد، بدون دلیل سخن میگویند. حکم این چی است؟ اگر هر کس که این گونه حکم کرد، شخص حکم کننده و بدون دلیل در گناه عظیم اصلا گرفتار شده است. این نقطه اول. و دوم، معلوم است که اصل بر 2 روز بودن روزه انعام بنده است. اگر هر کس نسبت هر کسی گفت که با فلان کار روزه تو باطل شد، اگر دلیلی ندارد، سخن ندارد، قول از پیش خود میگوید، اصل بر سلامت بودن روزه انعام بنده است، تا وقتی که یک دلیل شرعی بر باطل بودن یا که باطل شدن انعام روزه پیدا شده باشد. برای همین پیش از شتاب کردن بر حکم باطل شدن روزه فلانی که امر فلانی، بر ما واجب است که از اهل علم بپرسیم و این مسئله رو خوب دقیق بفهمیم. میفرماید که مل مفترات التي جاء الشرع ببیانه، آن مفسدات، آن چیزهایی که شریعت بیان کرده است که روزه را فاسد میکند چی است؟ یکم خوردنی ها گفتیم، دوم نوشیدنی ها گفتیم و سوم جماع، همخوابگی، همبستری. این 3 چیز اساس است که در زیر این 3 چیز دیگر شکننده های از روزه تولید میشود، داخل میشود. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که الله میفرماید فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الان حاضر شما نزدیکی نمایید با همسرانتان آنچه که الله سبحانه برایش نوشته است طلب کنید و بخورید و بنوشید تا رشته سفید از رشته سیاه برای شما از صبح روشن گردد. سپس روزه را تا شب بگیرید گفتند. پس انسان در روزه در رمضان باید از خوردنی ها و نوشیدنی ها باز بدارد و همچنین از جماع خود را باز بدارد، همخوابگی. سپس خون حیض، اینم از مفسدات روزه است. اگر زن حیض دید تمام روزه شکسته است، دیگه نباید روزه بدارد. از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و آله الیس اذا حاضت لم تصلی و لم تصوم، آیا زنها وقتی که حیض میبینن نماز نمیگذارن، نماز رو ترک مینمایند و روزه گرفتن ترک مینمایند؟ گفتم بله، روایت بخاری. دیگری از مفسدات روزه این قی کردن است. قی کردن، اگر انسان قصدن قی کرد روزه را ویران میکند و دلیل آن قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است که گفتند که من ذرعه القیع، کسی که به اختیار قی کند فلا قضاء علیه، برای هیچ قضایی نیست. کسی که به اختیار اگر که برآمد قی برآمد برای قضایی نیست، روزش صحیح است. یعنی و من استقاع فعلیه قضا، پس هر کسی که اگر که قصدن قی کرد، خدا قصدن بر این قرار داد، پس بر وی روزه لازم است، واجب میگردد بر وی روزه. سپس مرگ هم سبب قطع گردیدن روزه بنده میگردد و در حدیث اومده است که اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله، اگر فرزند آدم وفات کرد عمل وی قطع میشود، بسته میشود. و همچنین ریده، از اسلام روی گرداندن، روزه انسان رو فاسد میکند، از دین برگشتن. چون الله میفرماید که لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تو شرک بیاری البته که عمل تو رو حبطه میکنی و تو از جمله و زمره زیانکاران قرار میگیری. سوال نوبتی، آیا مفسدات دیگری از روزه هم هست؟ آیا دیگر چیزهایی هست که روزه رو باطل بسازد؟ بله، دیگر از حکم‌هایی هست که روزه رو هم باطل مینماید. در بعضی از آنها علما اختلاف کردند، در بعضی از آنها اتفاق است. به مانند نیتی قطعی کردن افطار، اگر انسان روزه‌دار باشد نیتی قطعی کردن افطار نماید،
حکم آن در نزد شافعی و مالکی ذکر شده است. اگر نیت قطعی روزه خوردن نکردی روزه باطل فاسد می شود اگرچه نخورده باشی. برای همین نیت شرط است گفته بودیم. یا که دودیلگی همچنین در نیت، نباید انسان در روزه دودیله باشد بگیرم نگیرم، بلکه روزه را نیت عزم قوی میکنیم. خود نیت خودش عزم است، عزم قوی کردن. قطعیت در این لازم است، شرط فرض روزه است. بعضی از فقیهان گفتن که مفسدات فاسد کننده روزه آن چیزی که درآید داخل بدن انسان و آن چیزی که برآید. آیا این سخن درست است؟ نه، این سخن درست نیست. بلکه اگر انسان قصداً قی نکرد بدون قصد روزهش فاسد نمیشود. یا که قصداً از وای چیزی بیرون برآمد، یا که مثلا که انسان چیزی نخورد، افطار نکرد، سحرخوری نکرد، این هم چیز بر روزه انسان ضرر نمیرساند. آیا هر چیزی که بر بدن درآید روزه رو میشکند؟ هر چی که بر بدن درآید آیا روزه رو میشکند؟ نه. این قول که هر چی که اگر بر بدن درآید روزه رو میشکند، این قولم قول درست و صحیح نیست. اگر چنین میبود آن را پیامبر الله صلی الله علیه و روشن بیان میکرد. اما شریعت اسلامی این فاسد کننده های روزه را در چیزهای معین محدود کرده است. و سوال نوبتی آیا هر چیزی که مخصوصا به معده انسان اگر درآید از فاسد کننده های روزه به حساب میرود؟ نه، همه آنچه که در معده انسان می‌دارد از فساد کننده روزه به حساب نمی‌رود، بلکه هر چیزی که از خوراکی ها و نوشاکی ها باشد حکمش بر فاسد کننده روزه قرار میگیرد. چی این غذا طعام و شراب باشد، چی غذایی که از به طریق دیگر راه باشد، فرق ندارد، روزه فاسد می‌شود. اما در اینجا در شکم انسان معده هست و جوف هست و شکم است. معده است و شکم است. گاهی میشود که اگر در معده انسان اگر طعام و شراب درآمد و هر چه غذا دهنده درآمد روزه رو فاسد میکند. ولیکن اگر انسان در دهان انسان غبار درآمد بر جوف انسان میرود، بر شکم انسان میرود، این از شکننده روزه قرار نمیگیرد. پس جای غذا کجا بوده است؟ معده بوده است. آیا میفرماید که کی باطل شدن روزه ثابت میشود؟ کی باطل شدن روزه چیز می شود؟ ثابت می شود. روزه هنگام روزه انسان هنگام باطل می شود که همون شخص فاعل انجام دهنده حکم شرعی را داند، از روی جهل انجام ندهد، به همون کاری که روزه را میشن از همون کار با خبر باشد و از روی فراموشی همون کار را انجام ندهد. انسان از روی فراموشی اگر خورد نوشید روزهش باطل نمیشود. با اختیار باشد، نه با اختیار و قصد روزه را میشکند، به اختیار بدون قصد روزه را نمیشکند. یا که فراموشی گفتیم با اختیار ضد اختیار مجبوری است، همینست ضد قصد فراموشی. آیا حکم فاسد کننده های روزه در نمازهای فرضی، در روزه های فرضی و نفلی یکم فرق دارد؟ یعنی آنچه که روزه های فرضی را فاسد میکند آیا روزه های نفلی را هم فاسد میکند؟ آنچه که روزه های نفلی را فاسد میکند آیا روزه های فرضی را هم فاسد میکند؟ فرق نمیکند. اما فرق تنها در کفاره است. آنچه که روزه های نفلی رو فاسد میکنند روزه های فرضی رو فاسد میکند. اما فرق روزه های فرضی و نفلی در روزه های نفلی کفاره نیست، در روزه های فرضی کفاره است که کفاره فقط در جماع میشود، در همخوابگی. سوال نوبتی کسی که به سبب پنهان شدن آفتاب در پشت ابرها هوا ابرناک بود، نزدیک بر آفتاب نشستن هوا ابرناک بود، به سبب این گمان بود که شام رسیده است، روزه اش را افطار کرد. چی حکم دارد؟ سپس معلوم گشت که خطا کرده است. آیا قضا بر او واجب است یا چی؟ در این هنگام برای او قضایی نیست. نقطه اول، در این هنگام برای او شخصی که از روی فراموشی این کار شده است یا که به سبب همین کاری که سبب پنهان شدن آفتاب در پشت ابرها برای وی یکم قضایی نیست، ولی باید از همون خوردنی ها و نوشیدنی ها که در حال پی برد باز ایستد، خودداری کند و روزه اش را ادامه بدهد. و این گونه حالم بر وجود انمی ساعت ها و انمی تقویم هایی که در اینها شاید رخ بدهد، با این کارام شاید رخ بدهد. این چیز آیا سیگار کشی از فساد شده روزه قرار میگیرد؟ آیا سیگار روزه را فاسد میکند؟ بله سیگار هم روزه را فاسد میکند، بلکه سیگار کشیدن این معصیت است و بعضی از مردم بین دود سیگار و دود خوشبویی که وی مباح است فرق میگذارند. گویا اینکه این دود خوشبویی که روزه را فاسد نمیکند و دود سیگار روزه را فاسد میکند، چون سیگار اصلا این معصیت از گناه است این کارا کردن یکمش. دوم، این سیگار هنگامی که انسان قصداً انجام میدهد به جوف و شکم انسان داخل میشود. این دوم و همچنین اسراف در مالش میشود. بارک الله فیکم.